من یه من تو باور کرد. سلام برو بچه، حالتون چطوره؟ ببینید ما تو ویدیوی امروز که این ویدیو رو گرفتیم، ولی خب اولش چون خیلی زیاد قشق داشتم و اینا یادم نبود باید با شما سلام علیک کنم. ما تو ویدیوی امروز میخوایم بریم مترو و عینهون سریال اسکوید گیم با مردم داکچی بازی کنیم. حالا اونایی که نمیدونن داکچی چیه، داکچی اینه. حالا با اینا بازی نمی‌کنیم ولی داکچی اینه که باید یه داکچه بذاری روی زمین با اون یکی یه جوری بزنی روش که برگرده. و بریم با هم دیگه این ویدیوی خیلی خفن که واقعا به نظر خودم عالی شده رو ببینیم. Let's go. حاضر رسیدیم مترو و آقا سپر هم که اینجا بود. سپر سلام بکن. تو رو با قیافه اینو نگاه. این هم ماسکی که ما قرار بزنیم. حالا هر روش شاید خب مشخص نباشه ولی ماسک مربعه. الان احیانا نمیخواین در بریم برای تو رفتن. هیچ با هیچ. الان به خدا همه نگاه میکنن میگن این دیوونا کیه؟ من یه بار یه نفری که ماسک زده بود تو مترو دیدم، حالا این مترو نبود به خدا، ولی با مامانم گفتم یعنی یارو اومده دزدی شیفت چیزی با ماسک پیش رفتم. من واقعیتش اول می‌خواستم پیش رو باشم ولی لباسی مثل ایشون نداشتم، مجبور شدم قرمز رو بپوشم. یکم نواز کنیم. تو چقدر نمکی خفش. اینجا هم برای رد شدن از گیت بهش میگن اینا چی؟ بگم باید ماسکو در بیاد یا بگن یارو اصلا راد نمیده. آره هم در بیاد. این یارو دقیقا نشسته همونجا. تمراد نیست. کارت که امرو فردا نمی‌رفتی بری که باید کار کنم. ول ما کارت من شارژ داره، با همین کارت من بریم. بیا. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود. این که اینجا وایساده بود بهمون تیکه انداخت. آقا از کی رد شدی؟ با سختی. به سختی میگم ای کاش پول تقلبی هم می‌آوردن، هر وقت که طرف ببازه یه چک بزنیم اون یکی بهش پول بدیم. این درست خدایی. کلاهت هم بنداز، موهات خیلی اوکی. آره میخوام اون ماسک رو بدم که همه چیزا زیره. نه بابا نمیخوام. تو دارم الان. بنداز تو ماسک تو. نمی‌تونم. بابا هیچ کل بالا اینو زده بود. خب ببین با سکوت فراوان وارد میشویم، فقط سکوت من. از من الان فکر میکنم که آدم ها ببینم ما با این ماسک اومدیم تو مترو سر چندین قطار هم نرفتیم چه حالی میشن. اینجا نمیدونم باش، ولی آخه الان آدم ها میخوان سوار قطار شن کسی به نظر تیستو میمونیم. یعنی همه میگن این اسکولا کم با ماسک. آقا با کارت اعتباریمون از گیت رد شدیم اومدیم تو دیگه. با کارت مترو. به اونا هم ربط نداره کی میخوام سوارش. بیا حالا بیا. این ویژه بود. آره بهتر از ویژه بود. یه نفر اون ته نشسته. بریم جلو اون بازی کنیم. جلوی اون بعد با اون بازی کنیم. الان من و تو که قرار نیست آخه بازی کنیم. نه. یه سوال از گیت چطوری برگردیم به راحتی. کارت میذاری همون رو برگردیم. کارت میشه. آقا بیا همینجا کم راه بریم. من اصلا تصورم از لحظه ورودمون چیز دیگری بود. احساس کردم خیلی گنگ‌تر قرار رد شیم. جی همه فکر کردن بوز اونجا وایساد با کیفش هم قاره برده. با اون بازی نکن. آره اصله باحال من میشه. اصلا آوردم هر وقتی باختی یادتونه. بچی مأمور مترو رو میگه این اسکولا کم با ماسک. کجاست؟ آره بس هم دوباره فاتو کمانده رو میگه. حاجی من کرمی اومد تو سرم. ای بابا چه که؟ بریم با خود مأمور مترو بازی کنیم اولین بازیمون. حاجی راست میگی اینجوری رومون باش چیزه بیشتر باش در ارتباطی. آدم استرا تو ماسکو بزن
معمولا حالا پرچم درست که میاد حرف میزنه ولی خب ما اینجا یه استثنایی قائل میشیم. آره پرچم دار پیشرو هیچ وقت اسم دقیقش نفهمیدیم. بعضی وقتا میگفتن جلودار بعضی وقتا پرچم دار. بیا اینو بگی از من فیلم بگیر. نیفتی توی اون چی اسمش خدایی نکرده. بیفتم چه نمیدونم. حالا اون ته نمیدونم میتونی بگیری یا نه. چه داری میزنی الان؟ الان بیفتی اینجا برق میگیره. میدونم الان روی این نه ولی اگه بیفتم روی ریل مترو اون وسطش حالا نمیدونم بتونی بگیری یا نه. یه بگیر. وسطش فضای خالی هست آدم میتونه بپره تو اون. دیدی آدم میتونه بپره تو اون بین دو قطار هیچ هم بده نمیخواد. حالا بیا من مسکو بزنم بریم جلو خودمون. خیلی گرم شده ولی عشق کنم. ببین کلا من یه لحظه قوانین رو بگم. ببین ما 3 تا شانس بهشون میدیم. خب من بندازم. من دارم چارچشی نگاه میکنم. ما کلا 3 تا شانس بهشون میدیم. اگه بتونن با این لاکچیک اون رو برگردونن. خب اگه یه بارشو بتونن همونجا بازی رو لغو میکنیم بهشون جایزه‌شون رو میدیم. جایزه‌شون هم 50000 تومان. کارت چیز کارت ورود به اسکوت گیم هم میدیم. اون الان همراهم نیست. داداش وایسا حالا اوکی. برای اگه لایک ها و سابسکرایب کامنت های این ویدیو برسه به بالای 50 تا ما میریم واقعا مجموعه اسکوید گیم رو درست میکنیم. بله منم حرف ندارم. قابل خفن میشه. ولی خب الان ما نمیخوایم اینا رو دعوت کنیم به اسکوید گیم مجبوریم باهاشون یه بازی ساده کنیم. حالا ببریم. الان من فقط فکر کردم من و تو فقط میخوایم بازی کنیم. فکر نمی‌کردم با اونا میخوایم بازی کنیم. چی؟ فکر کردم من و تو که 1000 بار بازی کنیم پول که دست خودمونه باز. حالش همینه که با اونا بازی کنیم. یعنی جدی من نظرت میاد؟ آره. خب بیا بریم. نمیگم با این بچه اسکولا. الان احتمالاً با صدای مترو صدامون توی باغ خوب نمیفته. داد بزن. سلام. کنار منی و کنار تو هم تو رو میخوامت من واسه خودم یه جوری پیگیر تو شدم همه فهمیدن تو که پیشم. الان تو اینجا مأمور مترو می‌بینی؟ الان تو اینجا مأمور مترو می‌بینی؟ این نه این طرف نه اون طرف همین این. آها فهمیدم. خیلی کوری. ولی رو ویژه بانوان حداقل وای بریم نسازه. کنارش بشینیم ببین چه اسمش دست میده. سلام خواستم. سلام ما اشکال نداره تو ویدیو باشی؟ جان؟ اشکال نداره تو ویدیو باشی؟ نه اصلا اشکال نداره؟ آره اشکال داره. اشکال داره؟ اشکال داره. آها من تو ویدیو باشم اصلا خودتون خودتون میخواید بگید اشکال نداره ولی من نه. چشم. آره واسم در سر میشه. چهرهتون اگه تار کنیم چی؟ نه کنم. اشکال نداره. بیا. خیلی ممنون. الان قشنگ احساس گوه بودم به محسن. چلو این یارو. ولی یارو با همون حال کرد. آره ولی خیلی با اون حال کرد. بده من. بعدی تو بگو برم تا تاثیرگذارتر شاید بگی. اینم بده من. از یارو نگیر. اول بیار کنیم هر وقت ازش پرسید نداشت. باشه. شما تو حال خودش داره آهنگ گوش میدی بریم سراغ من مگه گفتم خودت بعدی رو انتخاب کن دیگه. فقط جون من این کاری نکن که فکر کنن اسکلی. همینجوری. خدای من الان قشنگ خیلی عرق کردم. برام ماسک نیست ولی من عرق کردم. اشکال نداره تو ویدیو باشی؟ اشکال نداره؟ بگیریم؟ خب بگو تو ما میخوایم یه بازی باتون بکنیم. یه بازی 3 راندی. اگه بتونید یه راندشو ببرید بهتون 50000 تومان میدیم. خب جناب بیا اینو بگیر. از توش بازی رو در بیار. سریال اسکوید گیم رو دیدین؟ خب قراره بازی اون رو بازی کنیم کیفت نیفته. بله شما کلا 3 بار فرصت دارین بتونید با اون صفحه آبی قرمز رو از زمین برگردونید. اگه یه بار بتونید بهتون 50000 تومان میدیم. اگه هم نتونید که هیچ. بفهم. خب چه رنگی رو دوست داری؟ فرق نمیکنه. این رنگی بده. قرمز رو بنداز رو زمین. برای اینکه ما رو نشناسید ما مجبور شدیم ماسک بزنیم. من ویدیو می‌ذارم. خسته نباشید. خیلی ممنون. کجا میری؟ بیا فیلم بگیر. اتفاقا دور میرم. فیلم میگیرم. بفرمایید. اولی نتیجه.
50,000 تومان پول کمیه ولی خب باز میارزه. لطف کنید همین که توی خیلی ممنون دست شما در نکنه. چنل ما هم لایک کنید، سابسکرایب کنید، بیاید تو یوتیوب سرچ کنید سامی سلطان براتون میاره. سامی سلطان. خیلی ممنون. خواستم. خب بیا. خیلی الان توی دلم عروسی هست. برو. دردونه یه قلب من یکی یه دونه یه من سلام خواستم. سلام. خواستی؟ اشکال نداره تو ویدیو باشی؟ اشکال نداره تو ویدیو. بریم جلوم. قطار آخه اومد. آره بریم. متشکرم. خواستم. احتمالاً الان همه اینو نکن. بگیر. برگیر باره دیگه. خب نمیخوام چراشون معلوم شه. این همشون دارن میرن. واسه قطار بره بعد. آره اوکی. بیا فعلا همینجا بشین. بگی بشین. همین یه نفر که راضی شد با اون بازی کنه خیلی خوب. خوش نماد ازش؟ خیلی. الان نبرد. دمش گرم ناموسن. حاجی. ها. من یه فکر دارم بریم تو مترو تا ایستگاه بعدی اونجا بازی کنیم. اوکی. برو بابا. حالا توستم بگم میره پیروزی میتونیم بریم. پیروزی نمیره نبرد. تا پیروزی هم میره حاجی. تا پیروزی هم میره ولی نه ولش کن بذار همینجا بازی کنیم بعدش بریم. ببین برهوت شد فقط همون یارویی که اول ویدیو بود هنوز اونجاست. یه بگیر. یعنی سمت منو میگیری. برهوت شد کلی آدم اینجا بود. یه 2-3 نفر نیستن. امکان نداره بخواد با همون بازی کنه. یکی بله همون لحظه چادرش میفته. اگر بخواد با همون بازی میکنه. حاجی وقتی نگاه میکنم مثلا احساس اسکول بودم بهم دست میده. حاجی یه 2-3 نفر اونجا هستن. میخوایم بریم ازشون بپرسیم؟ بریم با اون اولین نفری که بهش رسیدیم ازش بپرسیم. اوکی بس. واسه ماسکو بام بزنیم. ماسکو تو بده پایین. دادم پایین قیافم که بد نیستش. نه قیافت خوبه. تو هم کلاتو بده بالا که قیافت بد نباشه. بفرما. خب بریم آقا بریم. کیفو بردار بریم. من دوربینو میگیرم تو کیفو بگیر. من میگن آقا پیش برو میکنم. معمولا حالا این قرمزا باید بگیرن آخر همه اینا ولی خب اینجا چون ویدیوی من میخوام. حاجی چقدر سریع شلوغ شد. همه اومدن. و الان یه جوری دارن نگاه میکنن که قشنگ احساس. نه پیش من. بس تو بده. یه بخوای پیشت باشه. نه بابا بذاریم تو کیف در بیاریم خفن‌تره. 50,000 تومان هست. وای پولمون افتاد. ای بابا حاجی نمیدیدی بیچاره بودیم. فکر کن یکی 2 نفر میبرد پول دومی رو نداشتیم بدیم. بذار تو کیفت. واسه لحظه من ببینم اصلا میشه اینو برمیاد. میشه من امتحان کردم. میشه مطمئنی؟ به جان خودم میشه. یعنی خراب باشه ببین. خراب نیستش نگران نباش. باشه بریم. یه دقیقه واسه. نه هیچ بریم. بریم. تاکسیاتو میخرم چند؟ میخوای بخریش؟ چند میفروشی همینجوری من ته ویدیو حالا بهت میگم. اوکی باشه. خب همین اولین نفر نوجوانم هست از همین بپرسیم. الان یه جوری همه دارن بهمون میخندن من احساس اسکول بودم واقعا. ما دیوونه نیستیم. میبریم. انزه کافی آبرومون رفت. سلام. ابن هر تو ویدیو باشید؟ خب اسکوید گیمو که دیدین؟ آره. خب ما الان میخوایم باهاتون داکچی بازی کنیم. اگه 3 تا شانس دارید اگه بتونید یه دونه از اونها رو برگردونید ما بهتون 50,000 تومان میدیم. متشکر بفرمایید. آبی رو بده. آقا تو فیلم هم آبی بود شخصیت اصلی همه همون میخواد. خب بفرمایید. آره نگشت. نشد. یه شانس دارید 50,000 تومان خیلی پول نیست ولی خب بازم پوله. همینش خیلی خوبه. نشد. اینو بگیر. ولی باز ممنون که تو ویدیو بودید. لطف کردید. چنل سامی سلطان هم حتما سابسکرایب کنید. خب همینم خیلی خوب بود و الان داریم از کنار کلی آدم رد میشیم. منم احساس اسکول بودم به دست میده. بیا یکم وایسیم بعد دوباره بیاین تو آجی من عرق کردم. 2 دقیقه وایسیم. موام چه بد شد.
کاری واقعا انجام میدم و خیلی خوشگله. ببخش ما هر روز آخه میریم تو مترو بازی میکنیم. چه تنوع باحالی داده سامان. این برش آبی کمرنگه، این برش آبی پررنگه. نه این از تنوع نبود، این جریان بود که مادیات کم داشتیم. پول کم بود داره دیگه، نخواستم پول هدر بدم. چیز خفنی باشه. من ماسیون بذارم همینا. اگه دلتون میخواد که یه ویدیو بذارم براتون نحوه ساخت این داکچه رو توضیح بدم و علاوه بر این بگم این اشکال رو ماسکای اسکویت گرافی، کسی که ندونه از مریخ اومده، از یه چیزی آن سوی کهکشان. ولی اگه دلتون میخواد یه ویدیو هم بگیرم این اشکال ماسکای اسکویت گرافی رو براتون توضیح بدم، حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابم بزنید، کامنت هم بذارید. حالا بریم سراغ بعدی. خب برو بگیر. امیدوارم صدامون تو ویدیو خوب بیفته، نیفته بدبختیم. هست یه رو یا حضرت برهوت. نه ببین من این یه نفری که اون ته گرم داره نگاه میکنه بهتر ازش ویدیو نگیریم. من از همون اول گفتم بریم سراغی. خب الان به نظرم در هفته پس آدم داره میاد یه دو نفر اومدم ولی نه قصدشون گرفتم نمیگیرم. تو بذار تو کیف. اون چیه دستت؟ آواره داشت میگو. دو نفرم میخواستیم بگیریم ولی دلش مثلا قاطی کرد. آره بیا بریم سراغ همین تهیه. فقط امیدوارم نزنه زیر گوشمون. من میگم نده یه جوری نگاه میکنم. بیا بریم. اینه یاروی. بیا همجوری کم راه بریم. ما یکم نشسته بودیم که ناگهان بزن ها خودمون داری دیگه خودمون داریم. آره خودمون ویدیو نکنه برای یوتیوب. نه برای تیک تاک. تیک تاک نه همون یوتیوب. چیکی با من ببینم چکش میزنم شد چی پایین آب. آقا از تصویراتون گرفتیم اگر راضی نبودین شطرنجی خفه شو بابا. این عزیزان خودجوش اومدن تو ویدیو. فهمیدم من معروف اومدم باشه این خیلی خوب. هر ستاتون میخواین بازی کنین یا فقط یه نفر؟ هر ستاتون؟ اولی بازی من اون ماسک هم هنوز نزدم. به ازای هر کدومتون که بتونید ببرید بهتون 50,000 تومان میدیم. نکشه موضوعمون. بی خودی یه دونه از شانسات رفت. میدونی سرا اینو ببر. تصویر رو من ماشاءالله. روز بندازن چند تومن میدی؟ به اگه بتونید هر ستاتون بندازید نفری 50 تومن میدی؟ همین الان دو تا از شانساتو بی خودی هدر کرد. کس خدا بزنی داداش برگرده. یه جوری بزن که دندوناش بشکنه. خرابه کاغذ. نخیر. خراب نیست، ما خودمون قبل ویدیو تست کردیم. خرابه. اینو برعکس بنداز. خرابه این. شما دو تا شانس عزیزان داریم میگیم قبل ویدیو خودمون تست کردیم. خرابه دیگه. خراب نیست. خرابه. به قول میدم خرابه. به جان خودم خراب نیست. گل نیست. خرابش کردی. چند تا رفت. آدم جریمه‌اش کن. الان خراب شد. ای بابا جریمه‌اش کن اینو. برعکس این من معذرت می‌خوام. سپر من تردید این که این عزیزان چند تا زدن از دستم در رفت. بزن زیرش. الان من دومی میگم این سه تا زدی بگو بفرمایید که هیچ هواداری یاد کی تو دشمنی وای مگه ما قرار ازتون پول بگیریم که کلا بعدیم پول میخوایم بدیم بهتون. نمیدی که داداش یه کاری کردید بابا پول بدید. با پول بدید این برگرد شما پول نمیگیرین اگر درست واسا بزن ماشاءالله. شناسایی میشی قبولی 50 تومن تو برای نشون بده. این وضعیت درست نیست آقا. بیا خب آقا زدی تایم تمام خودت بلدی بزنی برگرده بله ولی خب الان ما تو ویدیو من نمی‌دیم. فیلم میگیرم. بفرمایید این فقط برای اینکه خودتون خود جوش اومدین بهتون 50,000 تومان داد. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. به خدا کدوم یوتیوبری از این کارا میکنه؟ حالا برید چنل رو لایک کنید. برید چنل سامی صدام رو سرچ کنید، لایک کنید، سابسکرایب هم کنید. سامی صدام برو اینو سرچ کن. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه.
چرا همه منو با صدام مقایسه میکنن؟ صدام ببین تو مترو ما دیگه نمیمیم. ما چنل تو بده استوری کنم یه فالوور بیاد داره. نوکریم. اوکی. خداحافظ. نه ما نمیایم. ما هم جای تو مترو میمونیم. نوکریم. خوب آجی احساس خیلی خوبی هم من دست اصلا اعتماد به نفسم رفت بالا. خدا رو شکر. عشق بریم. اینو با ما بودن گفتن نرین. آقا بریم. اینو بگیر. سلام. مشکل نداره چهرهتون بیفته تو ویدیو؟ چه ویدیوه؟ ویدیوی یوتیوب. نه یو. نه باش. اشکال نداره خدا. همین خوبه خداحافظ. خب این دومین نفری بود که دست رد بهمون زد. مطمئنی دومین نفر چهارمین نفر بود؟ نه چهارمین نفر. من مطمئنم دومین نفر. سوم نه یه دونش همون مامور متروی مهربان بود. یه دونش این داشت. راست میگی. خب ما هنوز 100 تومن داریم و نمیخوام ریسک کنیم که صبر کنیم شلوغ شه. بیا بریم اون طرف خط اونجا. طرف خط؟ آره. مای من به هم خورد نامردیه. ببینم نه اوکی بخور منو ببینم. مسلمان که هستن؟ من همین امروز رفتم همون و الان با زدن این ماسک احساس کنم دارم کل همون رو باز بدم. من دوباره عرق میکنم. ما از اونجا درسته؟ نه ما از همینجا رفتیم الان از این طرفش برگشتیم بعد اینو بریم حالا. اینجا اومدیم از اینجا رفتیم پایین از اینجا دوباره داریم برمیگردیم بعد ببریم. ای قشنگ‌تر از پری تنها تو که نریم بچه‌های محل دزدن عشق من می‌دزدن عشق من اصلا اون دو نفرم نمیتونم تو کادر بیارم. با کی؟ نه بابا وایسا الان صدامون نمیاد. وایسا الان واقعا داداش با پیرزن آخه. الان واقعا باور کردی چیزی رو که گفتم؟ نه تو چقدر نمکی. من واقعا باورم نمیشه اصلا. چرا این کیف دستت من احساس میکنم توش کلی اسلحه و اینجور چیزا فقط دارین؟ که واقعا داره. البته تو فیلمش یارو یه دونه از این کیف دستیای سرکاری داشت. من چه میدونم اصلا تو میخوای میخوای دیگه واقعا بازی رو جدی کنی وگرنه شوخی کیستان کردم هم بابا. داشتم. شوخی کردم. هم پول اصلا اتفاقا گفتم هم کیستان گفتم کیفتو بیاری که ماسکا توش باشه. اصلا اسکوید گیم بازی کردن بدون ماسک حال نمیده. خب تو اونم میتونستم بزنم اونم جادو بود. حالا خب آقا دوربینو بیار پایین از این دوربین پایین اصلا پایینه. بعد دار نه اشکال نداره تو ویدیو باشیم. تو فیلم نه چهرهتون بیفته؟ نیفته من اینکه ماشینی هایم باید اینو رو دانم چی داریم؟ من میگم اینجا دیگه کلن سوتوکور شد. به نظرت الان ویدیو چند دقیقه رفته؟ شاید یه 4 دقیقه. اما هنوز 100 تومن داره. کل ویدیو رو دارم میگم. شاید 5-4 دقیقه. چرا داری شرط؟ خیلی خوب 7 دقیقه. 3 دقیقه. باشه 8 دقیقه. نه جدی جدای شوخی بکنم 20 دقیقه است داریم ویدیو میگیم. 20 دقیقه زیاده. 15 دقیقه. آره. خیلی زیاد شد. خب الان یه چند نفر دیگه بریم تست بزنیم. دوستایمون هدفون تو گوششه داره آهنگر رو میخونه. یه دقیقه احساس کردم ماما داره به ما میگه دیوونه روانی. آره حاجی با این گفته گره دیوونه به خدا. این الان مرده اگر باشه منم باشه هستم. حاجی میتونیم بریم تو پاساژ هم بازی کنیم. اوکی ببین یه کار کن ماسک بزن
حاجی چقدر آدم اومد. همشون دارن میگن این اسکولاش کیه. ولی تو قاب نیفتاده ولی آفر اوکیه. حال یاد. ببین خب کیو پیدا کنیم؟ من همینجا میمونم چون دیگه واقعا روم نمیشه خوردشم. تو برو پیش همین مغازه داره ازش بپرس میای بازی یا نه. خفه شو. من همینجا ازت فیلم میام. این کوه بوش شدم برو. حاجی این مغازه داره یه خوردن پیاس من یادم. امروز شاید به کسی چیزی نفروخته. حالا برو تو. خیلی آدم رو فکر کردیم بی اعصابم ولی نبودم. برو. خدایا من چرا اینقدر استرسم مگه اینجا. زشت نیست. من وسط کارش داره کار میکنه بعد یه مشتری هم بیاد دیگه بگه دیگه نمیتونم بازی کنم. داداش این اگه مشتری داشت الان لنگ این که اینا رو آویزون کنه نبود. داشت شانس ما که بده یه همین الان یکی میاد داره نوازش. شانس گنده ما. آره دامون خود خوبه. حاجی من یه فکری زده به سرم. بیا از اون جایی که هستش بیاد پایین وایسا. بعدش. میخوام یه حرکتی بزنم هم دل خودمون اگه شد گوشته نمونه خب هم بازیمون رو بکنیم. چیکار کنیم؟ مگه دلمون گوشته است الان. بیا اینور بیا اینور. آروم باشه. بیا دنبالم. خب همینجا پشت ستون وایسا. پشت این ستون زیبا. اون یارو میبینی؟ اینجا دونات باشه یارو لم داده. خب من معمولا بعضی وقتا از این یارو خرید میکنم. حالا این دفعه نمیخوام بشناستم. خب اون ماست. بریم پیشش. ببین دونات‌های شکلاتیش 25 تومنه. خب بریم بگیم که آقا ما بهتون این یکی حالا استثنا 4 بار فرصت میدیم اینو برگردونید. اگه تونستین هر کدوممون 50 تومن یعنی 2 تا دونات شکلاتی ازتون می‌خریم. حاجی یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. بگیم اگر شما باختید شما باید به ما دونات بدین اگر ما بردیم به شما به جان خودم اینو دیگه قبول نمیکنه. خب ماسکو بزن. حاجی ما خودمون بلد نیستیم بعد داریم میریم با مردم. بابا من تو بازی بلدی؟ کردم. بازه. خفه شو بابا. یه لحظه بیا. او من یه زری زدم تو چرا باور کرد؟ نه بیا حالا بیا. کدوم رنگو میخواد مثلا جو؟ من خودم چون اسکوید گیمی هم قرمز رو بده. خب بده به من. بزن. خورد رو شما دیدی که به به به. گوشش به فاک. بزن. حاجی ببین خورد روش ولی نشد. خب دیگه مردم چطوری بخوام برش کردیم؟ آه چی فراموش کردم. این باید برعکس باشه. دروغ نگو. جان خدا. خب برو. و اینم باید اینجوری برعکس بگی چون تو اون فیلم خود یارو گفت بشه صحنه‌شو براتون میذارم. محکم بزن از اون طرف امتحان کن از اون بزن خودش خوب بده برعکس. خب الان بذار بزن. برو. خدا برگرد دیگه لعنتی. من جلوی اینو خراب نکن. خدا کلی آدم. داداش دانون از الان دوربین میگیره اصلا میگن این اسکلات. این چهره من 2 دقیقه بگیر. به خدا اصلا من نشون نمیده. به قرآن داره میگیره. من به یکی امیدوارم. من به یکی امیدوارم. بزن. حاجی پس واقعا کار میکنه گفتم که خب ولی میدونی رو بار چند برش کردوندم. خب یه لحظه منو بگی میدونی ولی تو رو بار چند دوم زدی این 5م 6م شد. خب به مردم فاصله بود فرصت نمیخوای از من بیشتر چه فرقی میکنه بابا؟ از من به مردم 5 من این قرقش اومد دستم از عقب اینجوری انداختم روش. از من 5 تا فرصت اوکی اینجوری خیلی خوب باش به مردم هم پول میخوام باش ما صحنه‌شو برای ضبط کردیم دیگه. آجی با 50 تومن بگیم براشون بستنی بخریم برو گم شو. چه مقدار پولی آخه بابا با 50 تومن گفتم که بذار 2 تا دونات از اینجا بخره. بریم بابا یا یارو اگه بچه دار باشه حالا من اینو میذارم تو دوربین و تو همونجا مثلا بعدن تو اوکی خب بزن بریم واسه ادامه ویدیو بده این یکی رو تو بگو. من میگم همه من گفتم میگه این یکی رو خوب این قبلیو که این دوناتیه بود من گفتم فقط بودو تا قطار دوباره نیومده. داداش چرا اینو گنگسترا داری راه میدی؟ سلام خوب هست
ببین دارید واقعا کنی تو مترو نشستی 2 نفر با ماسک میان رو ببین. آره قربان میاد با هم یه بازی کنیم. شما کی هستین آقا؟ خیلی منو بگیری؟ وایسا منو نکش. چیکار کردی؟ من نمیخوام بازی کنم، منو نکش. میدونم شما خیلی بدهی داری ولی من اونجا اومدم که بهت یه فرصت بدم. این تجربه امروز اون باعث شد از هر چی قطار متنفر بشم. تو اصلا نگرانش ببینید کامل. خواهم عرض ویدیو باشیم؟ نه اوکی نشه. اوکیه؟ خب ویدیو کجا میره؟ یوتیوب چقدر سال داری؟ سابا ول کنید تو رو خدا جان من. باشه. دارید؟ خب خب میتونید حدس بزنید ما میخوایم الان باهاتون چیکار کنیم؟ نه دیگه فیلمشو؟ آره یه ذره آشنایی. خب با درش بیار. خب ما یه بازی باتون میکنیم، اگر ببرید 50 تومن می‌برید. خب 50,000 تومان. چند تا 5 تا فرصت دارید. خب چی بفرمایید. می‌شناسید؟ آره کدوم رنگو میخوای؟ من قرمز قرمز. خب 5 تا فرصت دارید تا چیه آلو رو برید. و یه دقیقه قبل از اینکه شروع کنید باید بهتون بگم اینا سالمن. ما خودمون تو ویدیو امتحانشون کردیم واقعا برگشته. اگه برنگشت الکی نمیدونید تقصیر اینکه اینا خرابن. 2 تاشو من بزنم 3 تاشو بخرم. چشم مشکل نداره. بله هر مشکل. کدوم 5 تا فرصت دارید. میخواید هر جفتتون 5 تا فرصت میتونیم بدیم. آره اوکی. بفهمید. نمیخوام چه. برمیگرده دیگه. برمیگرده قطعا برمیگرده. بسیار زیبا بود. دلش خرابه. به جان خودم میخواید فیلمش هم نشوت میدیم خودمون تونستیم برش بگردونیم. قلقی نمیدونم. چرا 2 تا اول نذاشتی؟ نشد. اما 4 تا محکم بزنید محکم. یکی دیگه بزن. بفرمید رفتون زیر میرا. یکی دیگه دارم. میخواید دونه دیگه هم داشته باشید. داشت پذیرشش کیه؟ تو چقدر نمکی ای سیسو نه خرابه. به جان خودمون خراب نیست. ببینید برید توی یوتیوب سرچ کنید سامی سادام براتون میاره باید. دست بده لوس کردید. بفرمایید. من گفتیم وقتی که یارو نگامون میکنن میگن که واقعا خفن اصلا فکر کن یه روز داری تو مترو راه میری این یاروها رو ببینی اینم واقعا چیز باحالی بود. بله البته ما هیچ گویی نیستیم ولی حالات با اینکه امروز کسی جز خودمون نتونسته تا حالا اینو برگردونه ولی بازم باحال شد. آی حالا تا آدم جمع میشه ما دوباره بهتون بگیم آقا لایک کنید سابسکرایب کنید کامنت هم حتما بذارید. اصلا تصوری ندارم نفر بعدی بتونه نتونه به احتمال 80% ولی نمیتونه. چه تفنگا رو در بیارم؟ آره در بیا یه دونه تفنگ. داداش یه دونه شو داداش. واسه یه آدم اومد. چیزی نیست تفنگ ویدیو در هم بیار. از تفنگ. چیزی نیست تفنگ در بیار. اسباب بازی واقعی نیست که. دوربین میگیره یا میبرن اون زندان. یارو خودش بیاد ببینه این پلاستیکه نظر میبرتن اون زندان. این پلاستیکیه. فوقش میبرید بیرون. آخه تفنگ واقعی تا حالا ندیدی بابا. یکی اینو داریم. چه واقعیه. خیلی. خدایا شکرت. خیلی. اینم هم. یه دقیقه. همون تفنگی تو داری. ببینید این تفنگ الان قشنگ باش حالا الان که نه ولی حال میده باش رولت روسی بازی کنی. راست بزنی؟ من یه تیر داره. اشکال نداره. بسا یه دقیقه اینو بگیر از من. از خودت میگیری داداش. ببین توی اون آقا بگیر پایین. فصل دوم خب یا تو فصل دوم این یارو اینجوری بذار سنجا. اینجوری هم داشت که باشه همین
بابا واقعی نیستش که الکی حالا آقا خب آدم جان شد بزن بریم حاجی بساز. این چه ایجاستیه خب آقا آدم جمع شد. جمع خب شد فقط الان دیگه مترو بعد برسیم. نمیدونم بریم یا نه. بریم بابا یه دونه دیگه که راه دوری نمیره There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks from shore, but down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. اومد طرفمون می‌خواستیم بریم خودمون باش بازی کنیم بکنم خودش میخواد داوطلب شه دیدم نه آدرس پرسید 15 خرداد کجاست ای خدایا چه غلطی بکنیم الان. همون بریم به نظرم برای اوج خدا یعنی بریم نبرد. بریم نبرد ویدیو هم زیاد طولانیش نکن به نظرم. بریم به نظرم یعنی کلا بریم یا بریم نبرد الان تو یه لحظه این ویدیو رو استوب کن برو جمعاً بشمر همه فیلم رو. اوکی. دوستان ما الان رفتیم تو این شات ویدیو ها رو جمع زدیم دیدیم 59 دقیقه شده. پشمای خودمونم ریخت خب به سامان چند دقیقه پیش گفتم به نظرت ویدیو چند دقیقه شده؟ گفتش 5 دقیقه. گفتم برو بابا 5 دقیقه چیز خاصی نیست. 5 دقیقه رفتیم جمع زدیم 59 دقیقه شده. یعنی چی بگم حاجی ما بگو می‌خواستیم بریم با 2 نفر دیگه هم بازی کنیم میخواستم کلا بگیم یه ویدیو نیم ساعته بگیریم تمام شه بره. 1 ساعت 59 دقیقه شده. خب ما از این ببین الان ببین یه دقیقه اونجا می ساعت الان 4 و نیمه. خب ما الان 1 ساعت اینجا به همه 1 ساعتشو داشتیم ویدیو میگیریم همه‌شو تازه بیشتر چون که نصفشو کات هم زدیم یعنی ما 2 ساعت الان اینجا تقریبا. یا خدا همین رو بریم به نظرم دیگه بریم. دلمون نمیخواست اینجا ودیتون کنیم ولی باید بریم بریم بالا اونجا باشون خداحافظی آره ویدیو الان اگر بخوایم ویدیو بگیریم طولانی‌تر میشه هم واسه شما بعده هم دیر آپلود میشه یه ویدیو کامل اسکوت گیم شده به خدا یه فیلمه حاجی وایسا یه بازی داکتیش انقدر طول کشید ویدیوی کاملش اگه بخوایم بذاریم چی میشه حاجی من دوست دارم با یه سری از این آدمایی که اینجا به نظرم قدر نتمونه دارم ولی دیگه خیلی دیگه واقعا نمیشه دلمون نمیخواست ولی مجبوریم آره ولش کن قول اوکی بالا میبینیمتون برای خدافظی اوکی خب این طرف نیست اسکل این چیزاش رو به پایینه بعدیم اونور راست میگی اینجوری ندو جان من احساس کنم کنار یه احمق دارم راه میرم مشکل داریم بار دیگه بیکاس پوریا علی نه هر چی که زده نفهمیدم اثر پیکاسو رو از بریم بریم یه کاری چیزه یه جوری یه جوری میگه انگار پیکاسو رو از نزدیک دیگه 10 تا نقاشی شده خریده. عجیب فهمیدم این یارو هنوز کارش تموم نشده دیدش با ویدیو تموم شد یارو هنوز کارش تموم نشده نه از دونات خوشمزه دونات خریدیم بریم ولی خب سپر حساب کرد من رو ببخش واقعا نمی‌خواستم تو رو بندازم حاجی نه حاجی می‌خواست خودش خرج کنه ولی سر ویدیو شکلات خیلی خرج کرد نه نظر لطفته ولی الان بریم بالا به نظر هوا تاریک شده بعید 5 بشه تاریک میشه دقیقه میگیریم من اینو در بیارم بعد من میاد در بیارم یا همینجوری من میگیرم بده من حالا تو در بیار من در آوردم تو در آوردی این بزنیم برای بدن سلام مش همچون میزنیم به هم خدا هوا هم ساکن شما این انتظاری تاریک میشه نزدیک به تاریک آره مرسی که ویدیو رو تا همین لحظه دیدی لطف داشتید حرمتمون اگر تا اینجا دیدید لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید زنگولات هم بزنید که هر ویدیویی که واسه ما گذاشتیم آره بهتون اطلاع ده و امیدوارم اونایی که امروز باشون بازی کردیم هم قول دادن حتما لایک و سابسکرایب میکنن بکنن
بله و اینو بخوری حتما اینم بهتون پیشنهاد میکنم اگه الان تو خونه‌اید بهتون پیشنهاد میکنم همین الان برید بیرون یه چیزی بخورید برای رفیقاتون چون که تا اینجا ویدیو رو دیدید اینم جایزه شما و همه بخورید خوردید آفرین عاشق همتونیم منم عاشقتون نوکرتم چقدر خرطه بلند آره و تا ویدیو دیگه بای راش من الان تو مسیر برگشتم و یه چیز خیلی عجیب دیدم یه تابلوه که روش نوشته گلیا پوچ ببینید نوشته مسابقه گلیا پوچ برما